سعدی بن ابی وقاص رضی الله عنه، صحابی بزرگوار، وقتی که در یکی از جنگ ها سرلشکر بودند، به صحابه ها گفتند که بین دشمن و بین اینها بحر بود و یگان علاجی از بالای بحر گذشتن نبود. گفتند که من در دل ما یک چیزی آمده ایستاده، شما چی میگویید؟ آنها گفتند که هر چی که کردی ما در راه الله تعالی هستیم، ما بندگان الله هستیم، ما در راه الله هستیم، چیکار فرمانده میکنیم؟ گفتند که این خیلی باشد از قفای من سیر کنید. گفتند در بالای بحر با اسبشان راه رفتند و از قفاشون صحابه ها گذشتن، فخاضوا الماء بخیولهم، از بالای آب با اسبهاشون گذشتن، فصارت الخیل کانها تمشی علی الرمال، اسبها راه میگشت گویا که آنها در بالای قم راه میگشتند. و عجایبش با این است که وصاروا یتحدثون و هم فی وسط النهر، در بالای دریا رفته ایستادن، در بالای اسباشون با بین همدیگر گپ زده روان میرفتند در مابین دریا. و هو یقذف بالزبد، دریا کوبک‌های خود، کفک خود را به بیرون برآورده میپرداخت. این کرامات اولیا هست و این نوعش در بالای آب راه گشتن یا از بین آتش سلامت برآمدن، اینها کرامات اولیا هست. اینها از جمله دویمش تأثیرهای قدرت ها، اینها فعلها هست.